اینجا دریای خداست، هزاران صیاد بلوچ میتونن نون حلال در بیارند. اما اون اصلا کار کنه، مثلا تو منطقه آزاد کار میکنه، مثلا داخل شهر کار میکنه، مجوز داره، بیمهشو استفاده میکنه. صیاد مجوز نداره. بنزین قبلا بوده 20-100 تومان، 80 تومان، الان رسیده 250 تا 300 تومان، ولی قیمت مایی هم مونده. 110 قایق مجوزدار در چابهار دارن و حدود 430 تا الی 450 کاک غیر مجوزدار. گفتیم این مجوزایی که قراره بخواد بیاد به کیا بخواد بدید؟ به کیا بدید؟ این مجوزایی رو بدید به کسانی که فردا تبعات ایجاد نشه. متاسفانه تا حالا هیچ کسی به ما کمک نمی کند، نه شیلا و مجموعه شیلات و نه به خصوص شورای شهر و شهردار. به داد صیادا برسی، صیادایی که هنوز روشنایی ندارن، صیادایی که هنوز در ساحل سیرسوی داشتی ندارن. بخواد موتور قایق دیگه رفت دریا، پنکیک شکست، اون پنکیک اگه امروز قیمتش 1 میلیون تومنه، روز بعدش 5 میلیون تومنه. دوستان صیادان هستن اومدن میگه ما تعهد بدیم که ما یه چیزی میسازیم، هر موقع شهرداری یا اداره بنادر یا شیلات اومد تخریب کنیم، ما حاضریم تخریب کنیم، ولی از این کفرها در بیان که خیلی خطره. صیاد کسی است که کل سال که کار میکنه، کل سرمایه‌اش اونجا ساحل ریخته، با کوچکترین جرقه میره باد هوا. واقعیت مطلب اینه که به هر حال مجوز صید صیادی در اختیار اداره کل شیلات استان نیست که ما اختیاری داشته باشیم به هر حال بتونیم موافقت اصولی صادر کنیم. دست کمیسیون عالی مدیریت ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان متشکل از چندین دستگاه هم. تا الان هم نماینده محترم کمیسیون کشاورزی اومدن پیگیری کردن، قرار شده برن تهران جلسه گرفته بشه، شیلات رو بخوان در واقع معاونت آموزش تحقیقات وزارت جهاد رو بخوان یک راهکاری برسن که بتونه این مشکل حل کنن. تا الان خروجی نداده. یک از سببات سفر ریاست محترم جمهوری که در واقع هنوز عملی نشده همین بوده. اولین بار یه اتفاق میمون و مبارک خوب افتاد. به هر حال در واقع بنادری که احداث شدن، این بنادر همه عمر مفیدشون از بین رفته. 30 ساله اینا دارن کار میکنن دیگه. تو این مدت هم هیچ بازسازی و نوسازی نصب شده زیر ساخت باشن. من الان تمام استرسم اینه که تو این فصل مونسون بریس من از رده خارج میشه. تو واقعا شکستن دیگه. ولی خب برای اولین بار یه در واقع اتفاق خوبی تو سفر ریاست محترم جمهوری اتفاق افتاد. یه اعتباری رو گذاشتن که انشالله هر سال تزریق میشه این اعتبار. 10 میلیارد تومان برای کنارک گذاشتن. تو بحث سوخت میدونی سوخت یه موزله، ما خودمونم گرفتاریم با سوخت. دنبال راهکار نظارتی بود، یه جایگاهی که به هر حال هم ستاد قاچاق‌کالا عرض بپذیره، هم ما قبول داشته باشیم که انحراف ایجاد نمیشه. دنبالش هستیم ولی تا الان موفق نشدیم. به هر حال خب ماشینی رو شما برید اون زیر سایبان من هست، ماشین جایگاه سیاره 1000 لیتر بنزین میتونه حمل کنه، استاندارد شده هست. همین الان هم یه جایگاهی داره درست میشه، میاد جد دست میشه به هر حال. ولی بنزین براش نتونستیم تامین کنیم، بنزین 3000 تومانی. خب اصل قصه ای که باید کمک کنه با ترس لحظه کسی جرئت نمیکنه به تصمیم بگیره. اصل قصه اینجاست. ولی ما تلاشمون میکنیم تا روزی که هست وظیفه داریم تلاشمون میکنیم، ان شاء الله جار جنجال هم نمیکنیم. به هر حال ان شاء الله که به نتیجه مثبتی برسیم.